تممونم خیلی سخت بود، گسلی بود. وایساده با کت شلوار داره از مردم آب از منظره و ترافیک ببینید و لذت ببرید. میگیره. چه سورپرایز خفنی. سلام، چطورین؟ حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی و فوق‌العاده و خوب باشه. بریم یه ولاگ خیلی باحال خفن داشته باشیم از تولد دوست خیلی خوبم سمانه که من حاضر شدم. تممونم خیلی سخت بود، گسلی بود. حاضر شدم ببینیم که بقیه چه شکلی شدن. با هم دیگه با من همراه باشید بریم ببینیم که تولد چه شکلی و کلی سورپرایز اونجاست. با من همراه باشید. اما ای که الان چقدر؟ 1 ساعت فکر کنم. 1 ساعت تو ترافیکیم. هنوز از شرق تهران به غرب هم نرسیدیم. ما تازه سمت مدرسیم. خدا به خیر کنه. چراغش میزنه تو چشم. خدا به خیر کنه که کی قرار ما برسیم. فقط خدا به خیر کنه. حالا برسیم کلی عکسای خوشگل، فیلمای خوشگل اونجا هم بهتون نشون بدم. شانس ما ماشین آب رفته. واسمیم درست میشه یا نه؟ وضعیت آنلاین بخوام بهتون بگم ما هنوز مراسم که نرسیدیم. چی ماشین آبش کمه، همینجوری وایساده با کت شلوار داره از مردم آب میگیره. کلی هم گرفته که بریزیم توش. حالا قرار شد بریم ماشین ببرم با یه ماشین دیگه بریم. ما که اینجا گیر کردیم. شما از منظره و ترافیک ببینید و لذت ببرید. چه ترافیکیه خدایا. اصلا دیگه دوست ندارم تو تهران زندگی کنم. این بنده خدا ماشینش مثل ما شده. اینم آب ماشینش تموم شده. ببین همه داره آب میگیره. کلی آب داشت. چرا اخمات تو هم عزیزم؟ الان باید خوشحال باشم آخه. ساعت 4 رو افتادیم، 4 رو ساعت 7:30 مدرسیم. ماشین رو که یه بار تازه مشکل خورد و ماشینم عوض کردیم. الان هنوز مدرسیم. اگه تازه عوض هم نمی‌کردیم بازم الان اینجا رو رد نکردیم. انقدر که ترافیکه. هر 2 ساعت 5 دقیقه میره جلو، 5 قدم میره جلو. اصلا خسته شدم، واقعا خسته شدم. خدا میگم ترافیک انقدر زیاده یعنی این. یعنی تو راه پفک بخواب و خودی در این حد. بنده خدا خوابیده. بخواب داداش بخواب. حالا ترافیک باز نمیشه، راحت باش بخواب. ببین ترافیک زیاد باشه همین میشه. تو همت چادر میزنن دیگه، شب میمونن دیگه. اینم میز خوشمزه. چقدر باحال و خفنه. به به چه سورپرایز خفنی. چی میتونه باشه؟ یخچال فریزره نه؟ سای بای سای. اینجا معلومه که بابا هلیکوپتر اینجا آتش میسوزی بچه‌ها. بچه‌ها گوگل بیاید.
تموم شد. خیلی خوش گذشت. تولد سمانه بازم کلی مبارک بشه. ساعت هم الان 1:42 است. 1 ساعت هم راه داریم تا خونه. بریم که برسیم که بخوابیم. خیلی خسته شدم ولی خیلی خوش گذشت. واقعا پام درد گرفت انقدر که من رقصیدم. و تا ولاگ بعدی همراه هم باشید. ولاگ بعدی خیلی هیجان انگیزه، همینطور مثل این ولاگ با من همراه باشید. خدافظ. دوستتون دارم.